الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات قبل که خدمت شما عزیزان بودم، مطالبی رو درباره اهمیت کتاب عقیده طحاویه و جایگاه آن در میان علما و اندیشمندان مذاهب اهل سنت و الجماعت و همچنین مطالبی رو درباره اهل سنت و الجماعت و ویژگی اعتقاد اهل سنت و الجماعت خدمت شما بیان کردم. در این جلسه به توفیق خداوند متعال می‌پردازیم به شرح یک مقطعی از عبارات حضرت علامه امام ابوالعز حنفی رحمت الله علیه. همان گونه که قبلا من عرض کردم خدمت شما، مصدر و منبع عقیده اهل سنت و الجماعت خاصتا در باب اعتقاد مبتنی بر قرآن هست، یعنی نخستین مصدر و منبع ما در اعتقاد قرآن کریم هست و بعد از قرآن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. هر چیزی را که در قرآن آمده یا در سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان شده، ما بدون چون و چرا به آن ایمان داریم و معتقد به آن هستیم. و مصدر و منبع سوم اعتقادی ما اجماع صحابه و تابعین هست، مسلمانان صدر اول اسلام که توسط رسول خدا صلی الله علیه و سلم تأیید شدند و به عنوان خیر القرون معرفی شدند. با این بیان این نتیجه رو میگیریم که در باب عقیده ما مقلد هیچ کسی نیستیم. حضرت امام مالک رحمت الله علیه یک مقوله‌ای دارند و میگوید که کل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر. اشاره می کند به آرامگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم و میگوید که تمامی انسانها و تمامی علما قولشان احتمال دارد که پذیرفته بشود یا رد بشود، یعنی قابل پذیرش هست و قابل رد هست. اگر مدلل بود، اگر گفتار و سخنی استوار بود، مستدل به قرآن بود
و مستدل به احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود پذیرفته می شود. و اگر گفتاری نابخردانه بود، بی دلیل و منطق بود، هر کسی هم که باشد گفتارش قابل پذیرش نیست. میگه الا صاحب هذا القبر، مگر شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم که تمامی اقوال ایشان به شرط صحت قطعا ما باید آن را قبول بکنیم و بیان ایمان داشته باشیم. وقتی که برای ما ثابت شد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این سخن را فرمودند، دیگه هیچ عذر و بهانه دیگه ما نداریم که سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم را ما ترک بکنیم و به آن عمل نکنیم. پس بنابراین منبع و مصدر ما در قرآن مجید هست ابتداءً و بعد از آن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در درجه سوم اجماع صحابه و مسلمانان صدر اول اسلام هست. بنابراین هر شخصی که در باب عقیده سخنی گفته باشد که سخنش مستدل نباشد، مورد اتفاق در میان امت اسلامی نباشد، مخالف با آیات قرآن یا احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم و سخنان و اجماع سلف امت باشد، از دیدگاه ما آن سخن رد هست، مردود هست و قابل پذیرش نیست، گوینده آن هر کسی که باشد. زیرا در باب عقیده ما پیرو و متبع قرآن و سنت و اجماع صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستیم. با این تعبیر و با این بیان می رویم به سراغ اصل کتاب. علامه ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه در ابتدای کتاب بعد از حمد و ثنای خداوند متعال می فرماید: هذا ذکر بیان عقیدة اهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة ابي حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي و ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري و ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم اجمعين و ما يعتقدون من اصول الدين و يدينون به رب العالمين. که این مقطع رو من در جلسات قبل خدمت شما ترجمه کردم و معانی و مفهوم آن را و نکات آن را خدمت شما بیان کردم. در ادامه می فرماید: نقول فی توحید الله معتقدین بتوفیق الله ان الله واحد لا شریک له. می فرماید که ما می گوییم درباره توحید خداوند متعال با استعانت از خداوند متعال و با توفیق خداوند متعال ما میگوییم که در باب توحید ما معتقد به این هستیم که ان الله واحد، خداوند متعال یگانه هست، واحد هست، لا شریک له، که خداوند متعال هیچ گونه شریک و همتایی را در واقع ندارند. حضرت امام طحاوی مانند بسیاری دیگر از علمای اهل سنت و الجماعت که در باب عقیده کتاب نوشتند، این کتاب را آغاز کردند با توحید خداوند متعال، همان گونه که توحید اولین دعوت انبیا بوده، رسالت تمامی برگزیدگان و پیامبران الهی بوده، مهمترین دعوت پیامبران بوده، اولین و آخرین خواسته و مطلوب از انسان همین توحید هست. بین خاطر در کتابهای اهل سنت و الجماعت، چه بسا در کتابهای حدیثی اهل سنت و الجماعت هم نخستین باب این باب هست، در باب اعتقاد از آن بحث می شود و درباره توحید خداوند متعال. و از آنجایی که در باب عقیده و در مباحث اعتقادی اولین مبحث بحث توحید هست، بسیاری از علما علم عقیده را توحید نامیدند. علم توحید یا علم عقیده در واقع همین یک علم هست. در اینجا می فرماید: نقول فی توحید الله معتقدین بتوفیق الله. علمای اهل سنت و الجماعت هر چی را که دارند از خداوند متعال دارند و هر کاری را که می کنند به توفیق خداوند متعال انجام می دهند. در اینجا هم علامه ابوالعز حنفی میگوید به توفیق الله،
آنچه را که من می نویسم و در اینجا بیان می کنم در واقع با توفیق خداوند متعال هست. این از زحمت و تلاش من نیست، از زیرکی و علم و فراست من نیست. این به خاطر توفیق خداوند متعال هست که مرا موفق گردانیده که این کتاب را و این مطالب را برای شما بیان بکنم. می‌فرماد ان الله واحد لا شریک له. این جمله یک جمله بسیار پر محتوا و پر معناست. ان الله واحد لا شریک له، همانا خداوند متعال یگانه هست و همتایی را ندارد. یعنی این که خداوند متعال یگانه هست در چی؟ از بسیاری مردم وقتی که میپرسیم که توحید یعنی چی، در پاسخ میگویند که یعنی این که خدا یکی هست. این که ما میگیم خداوند متعال یکی هست، این مفهوم کامل و بیانگر مفاهیم کامل توحید نیست، بیانگر توحید واقعی نیست. همه انسان ها میگن خداوند متعال یکی هست. در طول تاریخ بشریت انسان هایی که معتقد به این باشند که دو تا خدا و دو تا آفریدگار برای دنیا وجود دارد نبودند، به جز گروه معدودی که معروف به ثنویه هستند یا معتقد به خدای خیر و خدای شر بودند. از اینها که بگذریم، تمامی انسانها معتقد به این بودند که خداوند متعال یکی هست. پس بنابراین این که ما بگوییم که توحید به معنی این هست که خداوند متعال یکی هست، این معنی کامل توحید نیست. بلکه توحید این هست که ما بگوییم که ان الله واحد، یعنی خداوند متعال یگانه هست. خداوند متعال در ذات خودش یگانه هست. خداوند متعال در اسماء و صفات خودش یگانه هست. خداوند متعال در ربوبیت خودش و در خدایی خودش و در آفریدگاری خودش یگانه هست. خداوند متعال در معبود بودنش و اله بودنش یگانه هست. این می شود مفهوم کامل توحید. خداوند متعال در همه چیزش یگانه و بی همتاست. و این کافی نیست که ما بگوییم که خداوند متعال فقط جنبه اثبات را بگوییم، بلکه همراه با اثبات نفی هم باشد. یگانگی خداوند متعال را در باب اسماء و صفات و در باب ربوبیت و در باب الوهیت اثبات بکنیم و همتا داشتن خداوند متعال را، شریک داشتن خداوند متعال را نفی بکنیم. در اینجا امام طحاوی می‌فرماید ان الله واحد، خداوند متعال، الله متعال در این زمینه ها واحد هست، یگانه هست، لا شریک له، و الله متعال شریکی ندارد، همتایی ندارد. هیچ کسی در اسماء خداوند متعال و در صفات خداوند متعال، در ربوبیت خداوند متعال و در الوهیت و لیاقت و استحقاق عبادت با خداوند متعال شریک نیست. از این جمله که ان الله واحد لا شریک له و همچنین جملاتی که امام طحاوی بعد از این بیان می کند، این نتیجه را ما می توانیم بگیریم که در اینجا حضرت امام طحاوی اشاره می کند به انواع سگانه توحید. یعنی با بررسی آیات قرآن مجید و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما به این نتیجه می رسیم که توحیدی را که خداوند متعال برای مردم بیان کرده و آن را به عنوان رسالت تمامی پیامبران مشخص کرده و پیامبران را به آن مبعوث کرده، متشکل از سه نوع هست: توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات و توحید الوهیت. و در این زمینه آیات و احادیث بسیار زیاد و فراوانی در قرآن مجید وجود دارد. به طور مثال خداوند متعال می‌فرماید که رب السماوات والارض و ما بینهما. تمامی آیاتی که در قرآن کریم
بحث رب بودن خداوند متعال هست، آفریدگار بودن خداوند متعال هست، خالق بودن خداوند متعال، رازق بودن خداوند متعال هست. همه این آیات دلالت بر توحید ربوبیت خداوند متعال دارند. خداوند متعال رب السماوات والارض و ما بینهما، پروردگار آسمان هاست، پروردگار زمین هست و هر چه در میان آسمان و زمین هست. و در یک آیه خداوند متعال تمام این انواع سگانه توحید را یک جا جمع کرده که این آیه در سوره مریم هست که خداوند متعال می‌فرماید رب السماوات والارض و ما بینهما، خداوند متعال پروردگار آسمان ها و زمین و هر چه در میان آسمان و زمین هست، خداوند پروردگار همه هست. فاعبده واصطبر لعبادته، پس اون پروردگاری را که پروردگار آسمان هست و پروردگار زمین هست و هر چه در میان آسمان و زمین هست، فاعبده، اون را عبادت بکن، واصطبر لعبادته، و صبر بکن بر عبادت آن خدا. این می شود توحید الوهیت. قسمت اول رب السماوات والارض توحید ربوبیت بود. فاعبده واصطبر لعبادته بحث عبودیت هست، بحث عبادت و توحید الوهیت هست. قسمت آخر این آیه بحث توحید اسما و صفات خداوند متعال هست که می‌فرماید هل تعلم له سمیا، آیا کسی را میشناسی که سمی خداوند متعال باشد، هم نام خداوند متعال باشد، برابر با خداوند متعال و در سطح خداوند متعال باشد؟ پس بنابراین از آیات و احادیثی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیان کرده ما به این نتیجه میرسیم که توحید خداوند متعال بر 3 نوع تقسیم می شود که نخستین نوع آن توحید ربوبیت هست، یعنی این که ما اعتقاد داشته باشیم به ربوبیت خداوند متعال. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله میپردازیم به معنی و دلایل و همچنین بقیه مسائلی که در باب توحید ربوبیت خداوند متعال هست. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله خیانت چشمها و آنچه را سینه ها پنهان می‌دارند می‌داند. خدمت شما عزیزان من عرض می‌کردم درباره توحید ربوبیت خداوند متعال که برگرفته از این گفته علامه ابو جعفر طحاوی بود و در شرح این نکته بود که ایشان فرمود که ان الله واحد لا شریک له. توحید ربوبیت خداوند متعال به معنی اعتقاد داشتن و اعتراف و باور قطعی و یقینی هست به این که تنها خداوند متعال رب و مالک و خالق و رازق تمام مخلوقات هست و این که خداوند متعال زنده می کند و می میراند، نافع هست و ضار هست، تنها او هست که نفع می رساند، ضرر می رساند. تنها خداوند متعال هست که دعاهای ما را اجابت می کند. تمامی امر و مالکیت و صاحب اختیار دنیا و آخرت خداوند متعال هست. تمامی خیر به دست خداوند متعال هست و در این زمینها خداوند متعال هیچ گونه شریکی رو ندارد. ما بیان توحید ربوبیت خداوند متعال را در جامعه خودمان بسیار میشنویم. این جمله بر زبان همه ما هست که الله متعال خالق هست، رازق هست، مالک هست. هرچی می شود از خداوند می شود، از غیر خداوند چیزی نمی شود. هرچه خداوند متعال بخواهد آن می شود، هرچه خداوند متعال نخواهد شد. آفریدگار زمین و آسمان و هرچی را که ما می بینیم خداوند متعال هست. این در واقع معنی توحید ربوبیت خداوند متعال هست و قرآن کریم سراسر پر هست از دلایل و
و آیاتی که توحید ربوبیت خداوند متعال را اثبات می کند. به طور مثال مثلا خداوند متعال می فرماید که در ابتدای قرآن کریم الحمدلله رب العالمین، که ربوبیت را برای خداوند متعال ثابت می کند. سپاس خدایی که رب عالمین هست، پروردگار جهانیان هست. ان فی خلق السماوات والارض، در سوره بقره خداوند متعال می فرماید که ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمانها و زمین، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. خداوند متعال می فرماید این که شب می آید، روز می آید، این که شب و روز پشت سر هم می آیند و این که کشتی هایی که در دریا می روند، بادی که حرکت می کند، بارانی که از آسمان فرو می ریزد، نباتاتی که از زمین بیرون می آیند، اینها همه و همه آیات و نشانه هایی هست برای انسانهای عاقل و فهمیده که قطعا می دانند که رب اینها، خالق اینها و آفریدگار اینها قطعا خداوند متعال هست. یعنی که در آیه دیگر خداوند متعال می فرماید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند متعال رازق هست، رزاق هست، ذو القوة المتین هست، قدرت محکم و استواری را دارد خداوند متعال. تمامی آیات و احادیثی که درباره افعال خداوند متعال هست که خداوند متعال این کار را انجام میدهد، این کار را انجام داده، خداوند آفریدگار هست، خالق هست، مالک هست، رازق هست، تمام اینها در واقع دلیل بر توحید ربوبیت خداوند متعال هستند. از این آیات قرآن که بگذریم، این ربوبیت خداوند متعال، آفریدگار بودن خداوند متعال، این که خداوند متعال آفریدگار هست، خالق هست، رازق هست، مالک هست، آسمانها را خدا آفریده، زمین را خداوند متعال آفریده، انسانها را خداوند متعال آفریده، این مسائل یک مسائل فطری هست که در سرشت انسان وجود دارد. یعنی این که حتی اگر انسان مسلمان هم نباشد، این نکات را و این مطالب را در واقع پذیرفته هست. اگر شما از یک کافری بپرسید که آسمان را کی آفریده، میگوید خداوند متعال، گرچه به وحدانیت خداوند متعال اعتقاد ندارد، شاید مشرک باشد، اما آفریدگار را، آسمان را، آفریدگار زمین را خداوند متعال میداند. و این نقطه را خداوند متعال در قرآن کریم در جاهای بسیار زیادی خداوند متعال بیان کرده. به طور مثال خداوند متعال مثلا میفرماید که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن الله فانا یؤفکون، در سوره عنکبوت آیه 61 میفرماید که ای پیامبر، اگر تو از این کافران بپرسی و از این مشرکان بپرسی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، آسمانها را کی آفریده، زمین را کی آفریده، و سخر الشمس والقمر، این خورشید را و این ماه را، آفتاب و مهتاب را کی مسخر کرده، کی اینها را به گردش در می آورد، بدون هیچ گونه تفکری و تأملی میگویند لیقولن الله، میگویند که خدا اینها را آفریده. مدیر اینها و مدبر اینها فقط الله هست. خداوند متعال میفرماید فانا یؤفکون، اینها به کجا میروند؟ وقتی که خودشون اقرار میکنند و اعتراف میکنند و این باور را دارند که آسمانها را خداوند آفریده، زمین را خداوند متعال آفریده، خورشید و ماه را خداوند متعال آفریده و گرداننده جهان خداوند متعال هست، پس بنابراین تنها باید همین خدا را عبادت بکنند. با این که معتقد به پروردگاری و آفریدگاری خداوند متعال بودند، باز هم در بعد عبادت خداوند متعال دچار شرک بودند. در جای دیگر خداوند متعال می‌فرماید که ولئن سألتهم من خلقهم، اگر از مشرکان بپرسید که شما را کی آفریده، آفریدگار شما و خالق شما کیست، لیقولن الله، میگن خدا. هیچ کسی از مشرکان
قائل به این نبوده که فلان بت مرا آفریده یا فلان معبود باطل و ناحق مرا آفریده، بلکه همشون معتقد به این بودند که تمام وجود را و تمام هستی را، ما را، حیوانات را، آسمان و زمین را خداوند متعال آفریده. خداوند متعال در ادامه می‌فرماید فانا یؤفکون، پس کجا میروند؟ چرا از خداوند متعال اعراض میکنند؟ خودشان که میدانند آفریدگارشان خداوند متعال هست، پس چرا از خداوند متعال روی گردان هستند؟ و در آیه دیگر می‌فرماید که ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض، اگر از مشرکان سوال بکنید که کی از آسمان باران فرود می‌آورد و باران نازل می‌کند و بعد از آن زمین را زنده می‌کند، من بعد موتها، بعد از اینکه زمین مرده است، خشک است، آباد نیست، خداوند متعال باران را نازل می‌کند و این زمین را زنده می‌کند و آباد می‌کند، لیقولن الله، در پاسخ میگویند که الله از آسمان باران نازل میکند. قل الحمد لله، بگو که سپاس و ستایش مخصوص و ویژه خداوند متعال هست. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکه اکثر این انسانها عقل ندارند و تدبر نمی کنند. یعنی این که این مشرکان با این که خودشان معتقد به این هستند که خداوند متعال خالق هست، رازق هست و خودشان را هم خداوند متعال آفریده، با وجود این در بعد عبادت خداوند متعال میروند دچار شرک میشوند و غیر الله را میپرستند. پس بنابراین خداوند متعال با بیان این نکته که خداوند متعالی که و اللهی که آفریدگار شما هست و معبود شما هست و آسمان را آفریده و زمین را آفریده و تمامی مخلوقات را آفریده، از آسمان باران نازل می کند، زمین را زنده می گرداند، این خدایی که خود شما معتقد هستید و باور دارید که این کارها را فقط و فقط خداوند متعال انجام می دهد، پس بنابراین شما باید تنها و تنها همین خدا را و همین الله را شما باید عبادت بکنید. اما ما می بینیم که مشرکان با این که این اعتقاد را داشتند و این باور را داشتند که خداوند متعال آفریدگار آسمان و زمین هست، خداوند متعال خالق آنهاست و هرچی در دنیا می شود از خداوند متعال می شود و گرداننده جهان خداوند متعال هست، اما بازم در کنار خداوند متعال لات و عزا و منات و بقیه بت‌های خودشان را عبادت می‌کردند. و این است که خداوند متعال این نکته را بر آنها ایراد گرفته و می‌فرماید که عقلشان کجا رفته؟ بل اکثرهم لا یعقلون، اینها نمی‌فهمند، عقل ندارند، درک ندارند. یه در جایی که خداوند متعال ربوبیت خودشون را بیان می‌کند، در آخر می‌گوید که لقوم یعقلون، اینها تمام نشانه هایی هست برای این که معبود همون کسی هست که خالق هست. پس بنابراین ما باید بیشتر بر این نقطه تمرکز بکنیم که این دلیلی که خداوند متعال آورده برای عبودیت خودش و برای الوهیت خودش همین توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات هست. یعنی این که آن خدایی که یگانه هست در ربوبیت، خود شما معتقد هستید و بر این باور هستید که شریکی ندارد در آفریدن جهان و در آفریدن شما و در مدیریت جهان هستی، هیچ گونه شریکی رو ندارد، پس همون خدا رو شما باید عبادت بکنید. اما متاسفانه میبینیم که بسیاری از مشرکان در این زمانه حتی از مشرکان قریش هم فراتر رفتند. خداوند متعال در قرآن کریم صراحتا نقل قول کرده و بیان می کند که اگر شما از مشرکان مکه، ای پیامبر، اگر از مشرکان بپرسی که آسمان را کی آفریده، زمین را کی آفریده، کی از آسمان آباران نازل می کند، کی شما را رزق می دهد، رازق شما کی هست و چه کسی زنده می کند و می میراند، در قرآن آمده که صراحتاً آنها اعتراف می‌کردند که تمام این کارها را فقط خداوند متعال انجام می‌دهد. هیچ مشرکی در طول تاریخ و در صدر اسلام معتقد به این نبوده که زمین را یا آسمان را فلان بت آفریده، یا این که زمین و آسمان را و جهان هستی را فلان بت مدیریت می‌کند، بلکه معتقد بودند که مدیر و مدبر جهان، خالق و آفریدگار جهان فقط و فقط الله متعال هست.
اما امروزه میبینیم که بسیاری از کسانی که ادعای ایمان را دارند، ادعای اسلام را دارند، میگویند که مدیر و مدبر جهان هستی مثلا فلان امام هست یا فلان امامزاده هست، که این در واقع یک شرک محض هست و متضاد با آیات قرآن کریم هست و یک شرکی هست اضافه و بالاتر از شرکی که مشرکان مکه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشتند. به امید آن روزی که مسلمانان توحید کامل را درک بکنند و بفهمند و آن گونه که مراد خداوند متعال و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده خداوند متعال را بپرستند. تمامی شما را تا برنامه دیگر به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد.